علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو خیلی خوش اومده ویدیو جدید و سمای جدید. بله دوستان، سم بدنمون نرفته، سمو باید همینجوری بالا نگه داریم. دورتون بگردم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو قبلش یادتون نره حتما ویدیو رو لایک بکنید، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم انرژی میده. دورتون بگردم اول ویدیو، وسط ویدیو و آخر ویدیو چک بکنید که لایکتون مونده باشه. قربونتون برم. بعضی وقت یوتیوب لایک‌ها رو میبرونه. سما این دفعهمون دوستان خورده میزان کافوره که خورده مثلا اینقدر کافور لازم داریم برای ادامه ویدیوهایی که بخوایم بریم ببینیم. پس بدون معطلی مقدمه بریم هر چیز سریعتر سراغ ویدیو. بزن بریم. خب میخوایم بریم سراغ اولین ویدیو. از این ور شروع کنیم. خب دوستان خیلی راحت میشه تشخیص داد که اول ویدیومون اینجوری هست. کافور لازمه دیگه عزیزان. میدونید چی میگم؟ این ویدیوهایی که مثلا دو تا دختر خانم رفیق هم هستن، مثلا میرن خونه های هم دیگه، میگن مثلا همچین ویدیوهایی رو بگیریم. به نظر من که خیلی جذابه. به نظرم خیلی جذابه. حاجی اوکی، خیلی من رو حرفم هستم. خیلی جذاب. عالی دوستان. ببینید پیشنهاد من یعنی کلا نظریه که خودم دارم. این چیه دستم میگیرم؟ بابا این چیه دستم میگیرم؟ ببین نظری که خودم دارم اینه که آقا به جای اینکه اینو من باید دستم بگیرم چون قشنگ مناسب ویدیو هم هست، میدونین، بذار اجازه بدید من این دستم باشه لطفا. بعد مثلا میگم که دستم ببخشید. آخه تصویری که دارم این گوشه میبینم خیلی تصویر چیزیه، میدونین؟ آره داره حواسم پرت میکنه. حالا اجازه بدید. به نظر من این که آقا آدم دور هم جمع بشه، نمیدونم هی بخوای سیگار قلیون، دیدین مثل جدیدن ما هر کی جمع میشه آقا بشینیم هی عینا میخورن هی اونا میکنن. کلا چه بهتر که با هم تفریحمون بازی فکری باشه. حالا بازی فکری یه موقع نیست ولی گوشی که هست همیشه. به جای تفریحات ناسالم تفریحات سالم انجام بدیم که هم سالم باشه هم دیگه همه دوم دیگه هرچی موضوع آزاد. منتها یه خورده منکراتی داره دیگه. این یه خورده منکراتی داره. ما یه خورده میزان منکراتیشو بیاریم پایین، به نظرم خیلی میتونه مفیدتر واقع بشه. من خودم به شدت که لذت میبرم از این همه استعداد، از این همه شادی، از این همه کلن. من سریعتر میخوام ویدیو بفرم بعدی. بچه میرید بعضی وقت خودت جهنگ میکنه. وایس لحظه. الان میره بعدی دوستان. خود یو سیستم دوست داره بمونه رو اون تصویر. ماشاءالله استعداد واقعا. میگم فقط یه مقدار مورد منکرات اینجا که این خانم اینجوری کرد. مثلا آدمی خودت اینجوری مثلا نمیدونم. من میگم کلا حد این خیلی بهتر از خوردن داستان و کشیدن و کردن کلا. یعنی مثلا میدونین خیلی متاسفانه باب شده دیگه. یعنی نمیدونم هر کی میبینه یا نمیدونم چرا هوس میکنه مثلا یه چیزی بکشه، نمیدونم داستان چیه. کلا میگم این خیلی بهتر از مواد پواد و این چیزاست. خیلی بهتر. به نظرتون بدترین کاری که یه پسر میتونه انجام بده چیه؟ به نظر من بدترین کاری که یه پسر میتونه انجام بده اینه که زیاد بهت توجه کنه. چون پسرها زیاد که به دختر توجه میکنن از چشم اون دختر میافتن. نظر شما چیه؟ هم نظرم مثلا باید بی توجهی کنه، خیلی توجه کنه یا اهمیت زیاد بده، به نظرم کنسله. یه لحظه دوستان، من یه لحظه معذرت. خیلی این قضیه داره گفته میشه. یعنی من خیلی جاها دارم دیدم میبینم ریدم تو ادبیاتم ولی کلا خیلی میگم یعنی هست. یعنی زیاد دیدم میگن پسری که توجه زیاد بکنه کنسله. خانم محترم میخوای بیام برینم بهت اون موقع عاشقم میشی؟ البته چرا که نه، بفرمایید. What the fuck یعنی چی؟ بابا تو رو خدا بیاید. مثلا من الان میخوام به یکی بی توجهی بکنم. مثلا یکی با هم هستیم، الان با هم هستیم میخوام مثلا بی توجهی کنم. نمیتونم. چجوری میشه اصلا این سوال خیلی قشنگ. چجوری میشه بی توجهی کرد جدی؟ مثلا اینجوری که ازم میپرسه غذا چی دوست داری، میگم خفه شو مثلا. یا مثلا بریم اونجا
هیچی نگم. یا مثلا ازم میپرسه این رنگ خوشگل تری یا این، بگم گردید به این مثلا دیگه. حالا مثلا فکر کنم این دو تا خانم محترم اینجوری عاشق یه نفر میشن، مثلا همون میکروفونو بکنی یا تو حلقش همون آقا مثلا نمیدونم، به قرآن نمیفهمم، به قرآن نمیفهمم. چی وال، ولی اصلا خیلی جالبه اینکه بی‌توجهی چه شکلیه، خیلی مسئله خیلی فلسفیه. نه دوستان ببین عزیزم، این سری آدمای روانی خب نباید اینا سادیسم دارن، قشنگ اینا خود درگیری مزمن دارن، اینا رو چیزا دختر رو بگین که اینا دارن گو میخورن دیگه. ممنونم. بریم بعدی. نوشته الان 1 ساعته نشسته منتظر موندم چطوری ردش کنم بره. یا خدا این جملهش خیلی بده، اصلا به نظرم لختم هست رو تختی. خیلی جملت بد. چی میخوای بگی از جان؟ آقا قدر سلامتیتون رو بدونید. ای این چیزاست که مثل این مثلا میاد امید و انگیزه به زندگی و اینا صحبت میکنه، منتها تو شرایط و موقعیت بد لختی رو تختی. اوکیه بالاخره نیت خیره. میگه چیز سلامتیتون رو بدونید، چیز نه، قدر سلامتیتون رو بدونید. خب قدر سلامتیتون رو بدونید. من الان خوشگل‌ترین دختر پاتایا کنارمه، ولی به خاطر درد دندونم هیچ لذتی نمیتونم ببرم. What the fuck داداش، تو قرار امید و این در چیزا ادیتور حواست داداش عین رونالدو الان. ببین شرایط دیگه چیزی رو فراهم میکرد که من فکر کردم نباید پلیت کنم، بعد من فکر کردم دارم اشتباه میکنم، پس پلیت کردم دیدم دارم درست اشتباه فکر میکنم، پس ادامه ویدیو رو دیدم گفتم ایول داری درست میگی، وسطاش دیدم نه داری دختر خوشگل و این حرفا نمیتونی لذت ببری. بعد واقعا دوستان سلامتی چیز وای حاجی من جد بودم دندونه رو میکندم میرفتم. اون خانومه چه گناهی کرده تو دندونه درد گرفته؟ اون اصلا معلومه از دستت کفریه. مرده حسابی خب دندونه درد میکنه. نه اوکی داداش دمت گرم، با اینکه خیلی آدم اوکی خب، ولی ایول من نمیفهمم چی میگم، ولی بچه‌ها دارن متوجه میشن چی میگم. میدونید خیلی فرق میکنه. بچه‌ها قدر سلامتیمون رو بدونیم، تو هر شرایطی سلامتی خیلی مهمه. و حالا ببین قدر سلامتی رو که میدونیم، قدر مکانم بدون عزیزم. میدونی یعنی مطمئن باش مثلا منظورم متوجه میشی قشنگ. بریم بعدی. امروز یه خرید خیلی عجیب داشتیم. سرکار خانم اومدن برای آقای دستگاه 16 مکس خریدن، ولی سنشون سن قانونی نیست. ایشون باید محبت کنن، یه زنگ به پدرشون بزنن ببینیم نظر پدرشون چیه. ایول کادو دادن و کادو گرفتن خیلی خوبه. حالا نه لزوما شوسی، ولی کلا یعنی کادو دادن خیلی خوبه. واقعا پدر نمونه‌ای دارم. من یه چیزی رو نفهمیدم، بابای این خانومه داره برای دوست پسر دخترش آیفون میخره و این خانوم زنگ زده به باباش، از باباش اجازه بگیره که برای دوست پسرش. الان بابا خوبی؟ من اومدم الان گوشی بگیرم، ولی میگن چون سنت قانونی نیست باید به پدرت زنگ بزنیم. چی صحبت کنی خودت باشون؟ عزیزم شما سنت قانونی نیست، اصلا ربطی نداره، لازم نیست از کسی. حالا این خانم مثلا این فروشنده مثلا اوکی آقا اوکیه این موضوع، ایشون داره برای دوست پسرشون. شما در جریانین؟ بله در جریان هستم. خودم کارتو بهشون دادم. مدلی نه خیلی هم خوشحال. خیلی هم خوشحال میشیم. لطف کردی. چی شد که تصمیم گرفتین این کادو رو برای آقا بخرین؟ چون که حمید برای من خیلی عزیزه. آقا حمید یزید تو. بعد برمیگردی میگه واقعا پدر خوبی دار. معلومه از من، معلومه، یعنی دامادش هم نشدی هنو، یعنی در شرفش هم نیستی، حتی اصلا نیستی، جزو خانواده الان نیستی، الان لحاظ قانونی شرعی عرفی مدنی حقوقی نیستی. خب معلومه واقعا بابای خوبی داره. بابات پسر نمیخواد. عزیزم پیشنهاده کلا میخوام بدونم اینکه ببین قطعا خب مثلا وقتی برای یه دوست پسر دخترت آیفون میخری، برای یه پسر یعنی کلا مثلا برای یکی که نیما خفه شو. آقا مبارکت باشه عزیزم، مبارکت باشه. بابات هم که در جریان کلا هست، بابات میگه کارتو خودم دادم. مبارکت باشه آقا. من باباتو انشالله وقت بشه یه سر یه ماچش باید کرد. از روی چیز میگم ماچ
پدر پسری، با اینکه من پسرشون نیستم ولی خب میزان دریوری هایی که از ذهن من تراوش میشه واقعا خودم هم خیلی اوقات تعجب میکنم. بریم بعدی. میگه هر زمان که تو باشگاه احساس ناراحتی داشتی فقط یکی رو پیدا کن که داره فلای میزنه. ها یه چند تا نکته مثبت داره، یه چند تا باگ داره. نکته مثبتش رو بگم حاجی عجب پوزیشن، عجب حرکتیه. فلای رو دارم میگم، فلای عجب حرکتیه جدی. تا حالا از این زاویه آینه رو بچه با هم نگاه کنیم، تا حالا از این زاویه به فلای نگاه نکرده بودم. حالا کلا این نکته مثبتش بود. نکته منفی همچنان نداره، فقط مثلا الان داریش مثلا پیشنهادی که مثلا اگه من یه وقت تو باشگاه ناراحت شدم یکی رو پیدا کنم که داره فلای میزنه، از اون یارو فقط گردنش از دور کمر من کلفتره. میدونی چی میگم؟ یعنی من برم رو پای اون یکی که داره فلای میزنه بشینم دیگه، بلند شدنم با خداست. آره دیگه اون موقع ناراحت میرم ولی معلوم نیست شاد برگردم یا نه. این به نظرم برای باشگاهی مختلط خوبه. اصلا کلا برای مردا کار از در نمیاد، میدونی، مگر اینکه دیگه یارو خیلی مرد باز باشه. چیز یه لحظه نیما سری درستش کن مرد رفیقش باشه مثلا، که اونم مورد منکراتی داره، اونم اصلا داستان داره. اصلا بیایم وقتی ناراحتیم نریم باشگاه. ها نظرتون چیه؟ وقتی ناراحتیم نریم باشگاه که لازم نباشه یکی رو پیدا کنیم که این حرکت واقعا حرکت خوبیه جدا. یعنی جدا از باشگاه خیلی حالت. بریم بعدی. نیما خفیف لال بریم. سلام و خوش آمدید به چیزایی که فقط مال دختراست. چی چیزایی که فقط مال دختراست؟ یک، تولد. یعنی چی داری به من میگی؟ که دوست داری یه جا بشینی بعد بقیه دورت وایسن واسه دست بزنن آهنگ بخونن که تو شب فوت کنی؟ تو 1% هم غیرت داری؟ در گزینه 2. یه لحظه ما تو گزینه 1 بمونیم یه دقیقه. چیز صحبتتون با پسراست، یعنی مثلا اینجوری که غیرت داری تولد میگیری؟ یعنی چی؟ اصلا نمیخونه جملاتون به هم. بچه درست متوجه شدم دیگه، یعنی میگه 1 تولد فقط مال دختراست و پسرایی که تولد میگیرن غیرت ندارن. چرا سعی میکنید اینقدر برینی به خودت؟ خب گزینه دوم من خیلی مشتاقم. گزینه 2 جان، ویدیو گذاشتن از خود روی اینستاگرام، مخصوصا در حالت عشق و حال کردن یا پارتی کردن. یعنی تو به دوستت که اونم سیبیل داره گفتی او بیا دوربین رو بگی برو داداش از من. بچه این ادیتا رو خودش زده، ما اصلا صدا رو کلوف نمی کنیم، این صداش همینجوری خودش بکنم داره خودش مسخره میکنه. خب خجالت نمیکشی؟ ازت ویدیو بگیره وقتی داری میرقصی؟ Oh my god stop it. بابا سیگیر، من جلو دوربین اینجا میرقصم دیگه، چه برسه بدم به یکی دوربین رو بگیره برقصی؟ استاپ ننت عزیزم، با کمال احترامی که برات قائل نیستم. یعنی چی؟ یعنی این پسر نمیتونه تولد بگیره. میگه دوربین رو بدی به یکی که بس رفیقت که سیبیل داره. خب ما به دوربین رو بدیم به کسی که سیبیل نداره که فیلم بگیره از زمان. خواهرم این حجم از اطلاعات کوچه رو از کجا میاری؟ ایطور سانسورهای مورد نظر رو لطفا داشته باش. من یه افتی کلامم رفت تو. اوکی پس پسر تا اینجا تولد بگیره بی غیرته. اوکی، یعنی معنی غیرت هم دوستان ما متوجه شدیم خدا رو شکر، و نباید برقصه. عزیز من خودم به شخصه دوربین کسی هم تازه نگرفته، یعنی روی پایه است. خب من اینجا برات بندری نیست شیک میزنم خواهر. اوکی یه مورد دیگه هم بزنین که هست. و در گزینه 3 کادو. یعنی چی داری به من میگی به عنوان مرد دوست داری یکی یه چیزی بهت بده بعد تو کاغذشو پاره بکنی که ببینی توش چیه؟ خب یکی به من نده من به یکی بدم. عزیزم کادو دیگه، کادو اسمش روشه، کادو اصلا اسمش هم روش نیست اتفاقا. نه کادو آقا، کادو میدونی، یعنی برای ابراز محبت، میدونی، برای ابراز بروز. این که مثلا من یکی خوشم میاد اونم من خوشش میاد، همین. فقط مرد باش، یه مردی باش وجود داشته باشه به دنیا بیاد بعد از دنیا بره. خواهر شما نصف لذت‌های دنیا رو الان مرده گرفتی، نمیشه فقط با یه داشت که نمیشه زندگی کرد. من واقعا معذرت میخوام دوستان، من یکم افتی کلامم میگه دست دادم. اون مردم آدمه، میدونین، یعنی اینکه متاسفانه بعضی از دوستان مردا رو یا حتی بعضی از دوستان زنها رو جزو آدم حساب نمیکنن من واقعا نمیفهمم. این احساس
محبت توی انسان وجود داره، توی انسان وجود داره، مرد و زن نداره. به خودت بیا. خواهرم شما به عنوان یک آدم خیلی داری گو میخوری. شک نکن، من مطمئنم که خیلی منتظر بودن این جمله رو بهت بگم و گفتم. متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ریدم تو عینکت. بریم بعدی. نوشته اگر کسی بیشتر از 3 ثانیه بهم خیره بشه. نمیدونم، من اصلا به کلن اصلا کاری ندارم، کلن کاری ندارم اصلا تو به اون چیزم اصلا نگاه اصلا به چی اون هیچ، این رو میزم اصلا هیچ، اما کلا کاری ندارم. خب میخوام ببینم شما با من هم نظر هستید بچه‌ها یا نه. احساس میکنم بعد از این ویدیو واقعا، یعنی مثلا اون کسی که این ویدیو رو گرفته، ویدیو قطع شده، بعدش مثلا با هم شام خوردن، خیلی این وایبو میگیرم. آره شما هم این حسو گرفتید یا نمیشه نگرفت داداش؟ اصلا میزی که این جلو چیندی و اون شمی که خانم داره میزنه اصلا به نظرم قطعا نخواینم، اصلا خود شیطان بغل وایستاده، ناکن اصلا افتاده، انعکاسش رو شیشه افتاده، وایستاده منتظره، میدونی؟ آره تازه یه سری نکاتی هست من تو ویدیو الان بگم قطع به یقین، یه سری چیزایی الان من پیدا اینجا هست. خب من موسو نبرم روش که مبارکتون باشه ایشالله که به خوشی استفاده شده باشه. اون هستی نمیدونم، من خودم همچی حسی گرفتم، گفتم در میون بذارم، از اونجایی که هیچی تو مغزم نمیمونه و همه رو به زبون میارم. بریم بعدی. جان اولی که عاشقش شده بودم خیلی بچه بود. صبر کردم بزرگ شد ازدواج کردیم. خواهرم سرمایه گذاری تو بورس میکردی، خیلی بیشتر، خیلی به تبریک، خیلی صبر داری، جدی دارم میگم. سرمایه گذاری بلند مدت، این قشنگ، آفرین واقعا بهت افتخار میکنم اینقدر تونستی صبر کنی و اصلا مطمئن بشی آقا پسر خوبیه یا نه، لاشی در میاد. عین تخم مرغ شانسی قشنگ. اینا نمیدونی چی توش در میاد، فقط وایسادی با باری کلا. واقعا همینجا هم اختلاف سنی صورتی ازتون مشخصه. اون زمان فکر کنم بیت کوین می‌خریدی، الان بعدی نمیشه. اگه منو میخوای باید برای 2 نفر تلاش کنی. خواهرت بود یه لحظه؟ آره خواهرته حاجی، در این حال که اینقدر شبیه همین اصلا شبیه هم نیستین. پشمام بچه قبول دارین؟ یعنی قشنگ معلومه خواهرین. الان مثلا یه ولی متوجه میشی مثلا خواهر نیستن، ولی مثلا من بیرون ببینمتون به شدت خواهرین، یعنی میزان خواهریتون 100%، ولی میزان شباهتتون مثلا شاید 10%. خواهرت صورتش استخونیه، شما صورتت استخونی نی. خواهرت چشاش رنگیه، درست دارم میگم دیگه، شما چشات رنگین نی. قطعا یه سری شباهت ها و تفاوت های بیشتری هم وجود داره، ولی پشمام خیلی این مورد من کم میبینم که اینقدر شبیه هم و اینقدر شبیه هم نه. ادبیات میبینید ناموسن، یه زبون دارم یه خورده دیگه ادامه بدم یه زبون دیگه اختراع میکنم. آفرین. اصلا چرا مظلوم ویدیو میگه اگه منو بخوای باید برای 2 نفر تلاش کنی. یه چیزی میخواستم بگم عجلش اومد. نه نمیگم، باش نمیگم، به قرآن نمیگم. خب آخه من دارم خفه میشم بگم دیگه، من برای 2 نفر تلاش کنم، خب برای 2 نفرم دارم میمیرم دوستا. بریم بعدی. آقا نگفتم جمله‌مو نگفتم یا جمله‌مو کامل نگفتم، ولی بچه‌ها فهمیدن چی میخوام بگم. میگه تو زندگی اصلا انعطاف پذیر نیستی. انعطاف من خانم ببین من خیلی آفرینا کلا، ولی منظورش این انعطاف نیست. بیشتر فکر کنم اخلاق میگن انعطاف پذیر نیست، وگرنه انعطاف که هیچی، خیلی هم نرم به نظر یعنی کلی دارم میگم، کلن خواستم معنی انعطاف رو که دیگران بهش گفته رو معنی کنم. آره میدونی، یعنی خواهرم منظورش از انعطاف این انعطاف نیست. ببین اگر منظورش این انعطاف باشه که اصلا فرار کن، خیلی دارک داستان. بیشتر منظورش از انعطاف اخلاقیه، معنویت، درونی. خیلی شما بیرونی، میدونی یعنی
ولی وقتی این انعطافو داری به نظرم اون انعطاف زیاد اهمیتی نداره. حالا الکی دارم بیشتر فکر میکنم، به نظرم همچین حقیقتی وجود داره. بریم بعدی. انعطافتون عالیه خواهرم، انعطافتون فوق‌العاده است، اصلا نگم برات. انعطاف که هیچی، حتی چیزم هست. بریم بعدی. نوشته سلام مدل خانومتون چه ورزشی انجام میده که خیلی شلوار خوب رو تنش میشینه؟ اوکی قنبل کن قشنگ شروع بود اول قشنگ آفرین گردش کن عقب‌تر خوبه خیلی راضی شدین؟ تموم شد؟ عجیب یه لحظه فکر کردم خانم لباس تنی، یعنی اصلا یه لحظه ریدم. ماشاءالله چه هیکلی داری حاجی، خب معلومه شلوار رو تن تو خوب میشینه دیگه عزیز من. ماشاءالله شما عجب چیزی هستی جدا، به چشم برادری بخوام بگم خیلی متقارنی. واقعا به نظرم مدل خیلی خوبی دارین، واقعا مدلتون عجب شاسی داره. خیلی ماشاءالله هیکل جدا، اصلا این هیکل اصلا ماچش باید که حالا کجاشو هر جاش، بعد با این هیکل فکر کن میاد قنبل میکنه چیز میکنه. دوستان ببینید هر کاری تلاش خودشو داره دیگه میطلبه. ایشون مدل یه خورده جای بدی مدله. خیلی هیکلت خوبه داداش، نه که حالا ویدیوش طنزه ولی خیلی باریکلا. نوشته هیچ کس نمیدونه تو سفرهای دخترانه چی میگذره. اوکی اوکی آفرین واقعا. اوکی باش، ممنونم واقعا، من خیلی ممنونم، خیلی عالیه جدا. میگه هیچ کس نمیدونه سفرهای دخترانه چی میگذره. به نظرم هیچ کس نمیدونه، بله هیچ کس نمیدونه. خیلی فقط همتون خیلی زیبا میرقصین. یعنی چیزی که الان من متوجه شدم اینه که ماشاءالله بهتون انقدر انرژی، انقدر خوب، انقدر خوش رقص، انقدر شیکی میزنی، شیکی میزنی، جاتون خالی. منم شیک خورم بد نی. آره منتها قطعا شما، آره شما، من خودم شما دیگه، چه برسه شما بخوای من، نه دیگه. من همه میدونن چه طرفدار ورزش، رقص، شیک، شادی، مخصوصا شیک شما که وایب وانیل میده، میدونی، یعنی همیشه خوش باش. من یه خورده بد منظورمو میرسونم، من یه خورده تو دیوار حرف میزنم، ولی مثلا منظورم الان میخوام برسونم اینجوریه که ان شاءالله همیشه شاد باشی، ان شاءالله همیشه آفرین. خیلی دوست دارم بزنم عقب دوباره ببینم، ولی حالا میدیم بعد. نوشته شغل چیه؟ در جواب میگه به زیباسازی سطح شهر کمک میکنم. خودشونو دارن میگن. به به ماشاءالله هیکل، آفرین واقعا. اصلا شما به نظرم که باید با شهرداری اصلا چیز بکنید، چیز کنید. آره دیگه شما زیبا میکنید دیگه شهر رو. زیبا نیستی که هستی، هیکل نداری که داری، ماشاءالله که ماشاءالله. فقط درآمد داره این کار؟ یعنی سوال شد برام، یعنی چون میگی شغل چیه به زیبا سازی شهر کنن، نمیدونم. ولی فکر کنم ایران نیستی. نه حاجی ایران موتا نداره، داره ولی نمیدونم، احساس میکنم ایران نی اصلا. کمی تیر چراغ برقش مثلا این دست خراش خوره چیزه عجیبه اصلا. حالا رنگ هواش یه جوریه انگار ایران نی. نمیدونم، هر جا که هستی ماشاءالله بهت عزیزم، دورت بگردم. بریم بعدی. میگه وقتی میگن عروس خانم چه هنری داره، الان هنر تموم شد. هنرش باز کردن چیزه، خیلی هنر مهمیه، هیچکی نمیتونه، خیلی کم. 180 زدن از جلو اینقدر محبوب شده، همه دارن میزنن. ما هم بزنیم اگه اینجوریه، نمیدونم حالا چرا بزنیم نمیدونم، ولی اگه مد شده ما هم بزنیم. ما نمیتونیم، ما مردایی که از جلو نمیتونیم بزنیم، از بغلم با احتیاط، میدونی حالتی که این هواپیما که میخواد رو زمین بشینه خیلی حساسه. خیلی مثال قشنگی زدم ناموسن، مثل اون، مثل اینجوری یهو نمیتونیم باشیم، یهو باشیم تغییر کاربری میدیم، یهو بلنشیم یهو میبینیم مرد مثلا. پس اینجوری شد که عروس خانم هنرشون باز چیزه 180 زدن موقع چای دادن. خیلی هم عالی به نظرم. اتفاقا حرکت خیلی خفن، خیلی راحت میشه با این حرکت مخ زد. آفرین. بیشتر از خود 180 اون پروسه 180 دوست دارم. یعنی منظورم اصلا منظور چیزی ندارم، جدی دارم میگم، فقط حرفم منظور داره، میدونی. یعنی الان منظورم ببینید میگم یعنی پروسه 180 زدن رو دوست دارم. یعنی چی؟ یعنی اون دهن سرویسی که پیش، یعنی مثلا تو یه روز که 180 نزده که، مثلا خیلی وقت داره کار میکنه که
این 180 به این راحتی با لباس مجلسی یزید زده، کت شلوار تنشه، خود کته داره اون وسط جر میخوره. آره قشنگ دارید پاره میشه، ولی این خانم پاره یعنی انقدر منعطفه که پاره نشده، یعنی سختش نیست. کاش یکی دوستای دامادو متوقف کنه. نه بابا، رفیق داماد تو عروسی داماد لباس عروس پوشیده داره میرقصه. یزید What the fuck؟ چقدر قشنگ میره. خود داماده داره باش میرقصه. حاجی پشمام. رفیق به این میگن دیگه، نپم مثلا رفیق فقط باشه، نه دیگه باید لاشه. حاجی اصلا چجوری لباس عروسی پیدا کردی که بهت بیاد؟ حاجی هیکل یارو ساعت در تو نمیره. آقا واقعا باریکلا، واقعا باریکلا، خیلی ایده قشنگیه. احتمالا من اجراش کنم. من 3 ساله با هیچ دختری وارد رابطه. یه لحظه، من احساس میکنم شما رو قبلا ریدم بهت. دقیقا فکر کنم میدونم میخوای چی بگی. فکر کنم 3 ساله با هیچ دختری وارد رابطه نشدی. اوکی عزیزم، شما میخواستی هم نمیتونستی بشی. اصلا کسی مگه آدم است؟ اوکی خب لحاظ فیزیکی 190 قدمه. لحاظ فیزیکی عزیزم خدمتتون باید عرض بکنم که دست بیل هم 190 قدشه. خواستم فقط اطلاع بدم. اوکی به لطف مردم تونستم جایگاه خوبی رو پیدا کنم. اصلا مردم مگه تو اصلا تو گوز کدوم هستی شما؟ آخه شما الکی حرف از مردم میزنی. رئیس جمهورش نمیاد بگه مردم. تو آخه تو از طرف مردم حرف. من جزو مردم، من الان به عنوان مردم دارم میگم آره. از لحاظ مالی اونقدری درآمد دارم که بتونم اون دختری که باهاش تو رابطه‌مو حداقل ماهی یه بار یه کشور خارجی خیلی خوب ببرم. چه مالی؟ مال چی؟ اون دختری که باهاش تو رابطه ای رو مثلا یه کشور هر ماه یه کشور ببر. بعد اون یه کشور مثلا یه هفته هم اونجا باشین، یعنی در ماه یه هفتهشو نیستی. خب الان گم شو برو. الان برو نباش. از لحاظ اخلاقی هم ارتباط خوبی دارم و مردم خوب ارتباط میگیرن. از لحاظ اخلاقی همین الان قیافت یه جوریه که آدم دوست داره با ارتباطات برینه تو قیافت. نمیدونم چرا اصلا احساس میکنم وایب کلاهبرداری میدی اصلا به من. الان به خود من داری وایب کلاهبرداری میدی، چه برسه مردمو چی میگی؟ اینم متوجه شدم که دختر مثل ماهیه، نه زیاد باید شل بگیریش نه زیاد باید صفر بگیریش. اما چرا تنها؟ چون من خودم با خودم مال میکنم. من خودم برای خودم کافیم. همون دیگه بابا. برو خب یه بقالی یه صابون گلنار بگیر با خودت حال کن دیگه. دریوریات چیه؟ الان میاد 4 تا پکیج هم میخواد بفروشه. الان موقعیتش نیستش من با دختر برم تو رابطه، چون من باید اونقدی پول بسازم که نوام نتیجم ندیدم بشینه راحت زندگی کنه. من الان وقت پول ساختنمه. الان یه دقیقه گوه نخور، من میخوام بزنم بری. همین الان هلش دنبال پولی. یو چه ربطی داشت دختر مثل ماهیه؟ مثلا گوز به شقیقه. من به نظرم همین الان اینجا ویدیو رو تموم بکنیم، چون یه خورده دیگه ادامه پیدا بکنه 3 تا فوش جدید به علاوه 4 تا پیاز اضافه نثار میکنم. یاد میگیریم هممون با هم. دورتون بگردم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. قربون تک تکتون برم. نمیدونید بچه‌ها چقدر دوستتون دارم. عاشق تک تکتونم. بعد از دیدن ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم این 2 تا ویدیو رو حتما برید ببینید تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پر انرژی و خفه بمونید.